سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز چهارشنبه 28 اکتبر تقدیم میکنیم. وزارت خارجه آمریکا امروز گفت آخر هفته جاری کاتب دولتی این کشور برای نخستین بار به منطقه آسیای مرکزی سفر میکند. روز بازدید رسمی جان کری از تاجیکستان 2 نوامبر تعیین شده است و در این روز دیدار و گفتگوهای با پرزیدنت امامعلی رحمان و وزیر خارجه سیراج الدین اسلف در نظر است. در دوشنبه بنا به اطلاع سفارت آمریکا مسائل مربوط به همکاری‌های دوجانبه و هم وضع افغانستان بررسی می‌شود. سفر کری به منطقه بعد شرکت او در یک همایش بین‌المللی در وینا صورت می‌گیرد که وضع سوریه را به بررسی گرفته است. ضمن بازدید از سمرقند، کری و وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی در دایره گروه 5+1 دیدار و گفتگو کرده در آستانه با وزیران مسائل منطقه‌ای را بررسی خواهند کرد. خبری بازدید دیپلمات کلون آمریکایی از منطقه در حال است که روز چهارشنبه 28 اکتبر مقامات افغانستان در پی نبردهای شدید با نیروهای امنیتی از سوی جنگیان طالبان تصرف شدن باز یک ولسوالی واقع در مرز این کشور با تاجیکستان را تصدیق کردند. جنگیان صبحی امروز ولسوالی در قد هممرز با فرخاری تاجیکستان را تصرف کردند و حالا جنگ‌های شدید همچنین در ولسوالی خواجه‌غار همسایه هم ادامه دارد. امیالی در دو ولسوالی ما جنگ داریم. از اینکه در ولسوالی دشت ارچی کندوز اونجا عملیات هوایی نیروهای امنیتی تشدید پیدا کرده. طالبان ترجیح دادن که بگریزن این طرف بیاین به ولسوالی در خد اینجا این ولسوالی را خود بدن. این اعتراضگران در نیویورک تحقیق عادلانه حادثه مرگ عمرعلی نظرفی 5 ماهه را در شهر سنت پتربورگ طلب میکنند. دهها شهروند تاجیکستانی این مقیم امریکا به نشان اعتراض از شیوه برخورد مقامات روس به قضیه مرگ طفل مهاجران تاجیک در اداره پلیس روسیه روز 27 اکتبر در برابر کنسولگری این کشور در نیویورک راهپیمایی اعتراضی تشکیل کردند. آنها میگویند از هیچ سازمان سیاسی نمایندگی نمیکنند و با تشبث خود این معرکه را به نشان همراهی با خانواده نظرفی تشکیل کردند. عمرعلی نظرفی 5 ماهه روز 13 اکتبر در اداره پلیس از دست مادر گرفته شد و روز دیگرش درگذشت. روز 28 اکتبر وزارت امور داخلی تاجیکستان عیناً مثل وزارت داخلی روسیه خبر داد که سبب مرگ عمرعلی بیماری راههای نفس بوده است. والدان کودک از آغاز پافشاری دارند که طفل صحت و سلامت بود. والدان عمرعلی دیروز گرفتن جسد را از مردهخانه رد کرده به کمیته تفتیشات گفتند که میخواهند تحقیق مستقلانه نو برپا شود. روز 28 اکتبر موضوع عمرعلی در یک نشست مطبوعاتی سخنگوی ولادیمیر پوتین هم مطرح شد. دمیتری پیسکوف در پاسخ به سوال ژورنالیستان گفته است که پرزیدنت درباره قضیه مرگ عمرعلی آگاه است ولی ضرور نیست که این قضیه حتما زیر نظارت پوتین گرفته شود. ساختارهای مربوطه در این سمت کاری خود را ادامه می‌دهند، گفت پیسکوف. روز 27 اکتبر رئیس شورای حقوق بشری نزد پرزیدنت روسیه میخائیل فدوتوف از دادستان کل روسیه رسما خواست که به عملکرد خادمانی که باعث مرگ عمرعلی نظرف شده اند بهای حقوقی داده شود. پارلمان تاجیکستان روز 28 اکتبر بعد از بحث و بررسی‌های زیاد لایحه قانون درباره سنجش فعالیت صاحبکاران را قبول نکرد و به بازبینی فرستاد. این لایحه که با گفته مؤلفانش با هدف کاهش میزان سنجش‌ها و شمار ساختارهای سنجش کننده تهیه شده است، در اجلاسی روز چهارشنبه 28 اکتبر سوال‌های زیاد را به میان آورد و برای بازبینی برگردانیده شد. مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی میگویند در صورت قبول و اجرا شدن این لایحه شانه های بیزنس از بار گران تفتیش و سنجش های بی اساس رها می شود. حالا به گفته آنها کار و فعالیت صاحبکاران را در تاجیکستان بیش از 130 نهاد دولتی تفتیش می کند. ضرورت از آن برمیاد که پیوسته جناب پرزیدنت کشور در فورم ها در واخوری با صاحبکاران تاکید میکنند که ما باید سنجش های بی اساسی فعالیت سوبیکت های خواجگیدار خاتمه دهیم. یعنی باید سوبیکت خواجگیدار بیشتر با فعالیت اساسی خود مشغول باشد.
مسابقه فوتبال زنانه که در روزهای 22 تا 25 اکتبر در شهر قیراخوم ولایت سوخت با شرکت 8 دسته از مناطق مختلف کشور برگزار شد، با پیروزی تیم لستچکه دوشنبه به انجام رسید. لستچکه در بازی برای جای اول بر دسته نورک با حساب 3-1 غلبه کرد. این بازی از روی برنامه سازمان ملل متحد اوید به ورزش، بهره رشد و صلح برپا شده است. برای دریافت شکل پره این خبر و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.